امروز من و سهیل و حسام تصمیم گرفتیم مثل یه آدم ثروتمند زندگی کنیم و بریم به گرون ترین رستورانای تهران. اما گردونه شانس تعیین میکنه که کدوم رستوران باید بریم. آقا چند تا 6 رستوران نوشته شده: تاج محل، کنزو، آنتروکوت، مهمت یاس و نارنجستان. اینا گرون ترین رستورانایی بودن که من به ذهنم ما میشناختیم. بابای من اگه اونجا بود حتما اینا رو میدید. حاج حمید بچه‌ها بریم. یک ساعت کنی بداره میچرده. حاجی کنزو حاجی سوشی موشی داره آسیایی اینو بخوری 17 میلیون 17 میلیارد میدم همینو بزنید نقطه سقل مرکز وسط این. آقا بریم سراغ کنزو بریم. عادی ترین فیشی که در میاد 3 میلیونه. بریم. دروغ میگی به خدا اگه بیشتر چیزی آقا بریم کنزو. کافی آقا بچه‌ها نوبت سلام. اینجا گرونه. شانگهای تهران. بچه سهیل امروز قراره ما رو ببره گرونترین رستوران. چند ما بکنی؟ اینجا چرا قاشق چنگال گذاشته؟ مگه از نداره من باید داشته. آقا یه سوال، تو ما رو میبری این حساب میکنه؟ آره دیگه. من نمیبرم. من کی ما رو میبره؟ پیشنهاد دادی. اون رستورانا رو من فقط میخورم. گردونه شانس انتخاب کردم. الان چرا داره اونو باز میکنه؟ اصلا غذا نیورد. من باز کردم. منم میخوام ببینم چه جوریه؟ شویو گردونه شانس ما رو آورده ایران. کنزو. خدا رو شکر خوبه اومده. فرید کنزو. نه. فرید کنزو چجوری رو بود؟ خب آقا اول انتخاب بکنیم. اینجا واقعا رستوران گرونه نیست. ببینم سهیل. اینجا یه دونه چیز داره. کریسپ کالامری. پیازه. پیازش گرون ترین چیزی که داره چیه؟ گوش کن. قرارش خفشو برو بیرون. دقیقه گوش کن. گم شو بیرون. بذار بره. دلیل رفتم بیرونش چیه؟ SMS دوباره جمع شده. SMS. ساده چنده؟ کریسپ کالامری داره. یعنی چی؟ آقا کریسپی. این خیلی بدتره. کالینگ تکس. سس چیلی ما کریسپی کالامری. یه بار دیگه بشه بخوریم. نمیدونم چی خودم. کریسپی کارامل. مثلا آقا بده من انتخاب کنم. مغز منو تو سرویس کردی. فرید کنزو بیا اینجا سفارش داریم. نمیخوای بری آرایشگاه تو؟ اونی که ویدیو بری میگیره. آرایشگاه نمیخوای؟ آقا من هر موقع میرم تو نمیای ویدیو بگیریم، هر موقع مو من تو میای. آب نباتا هست میفته زمین پرز بگیره بهش. آقا من کریسپ کاراملش نمیخوام. نمیخوان اینجا بابا، اینجا چینیان. تو ایزی بگی بزن بکنم. زد تو. سوزینی من بده. با نمیگی تو چی؟ بیا آقا بیا. آقا بذار من خودم اسکن میکنم با کیوامی اسکن میکنم. آقا سیب زمینی سرخ شده 410 تومن. بگی همونو بگی. واسه چینه؟ سیب زمینی چینی؟ این نه این ژاپن. من چیکن تریاکی. آقا یه چیکن تریاکی میخواد. چیکنش 745 تومن. نیها. برو شده قبلا این بخوری ها نمیشه تو ویدیو. ما هم گسمانه. ما ساکت میشه. بشین. وای اون من راه نکن. 80,000 تومن. یه دونه چیکن تریاکی 870. چی واسه منه؟ یه سیب زمینی بده. هرچی. سیب زمینی مرغ. میخوای؟ خب چیکن تریاکی رو میخوای با هم بخوریم؟ همه رو با هم میخوریم مثلا. یکی بیاره دیگه. یه سیب زمینی هم یه بگیر. دونه مرغ ترش شیرین هم میگیریم. غذا گرفتیم میام خدمتتون دیگه. کلا هستیم. آتیشو روشن کن دیگه، بیا پیک بزنیم و مسچین با هم. آقا بچه‌ها ما نمیدونستیم این پیاز نبود. 8 ماه گرفتیم. کدوم زاده 700,000 تومان پیاز سوخاری میگه؟ بیاز. حسام بیا. اینا مادرم نمی 1 2 3. خوبه. نمیتونم. خوبه. اصلا بو شد حالم بد. من بعد غذا چه من نوشابه میخورم. حاجی حسام بخور میگم مزه ای خب، نمیده. یه چالشه. بخور. نمیشه نه. اونو بریزی نمیتونی بخوری. اون بد مزه توش. این سس دامپلینگ توش میگه. سفیده. همونو بده. برو کامل برو کامل. آه این سوخاریشه اصلا. حالم بد شد. بچه‌ها ما نمیدونستیم چی بکنیم پیاز سوخاری به خدا. آدم سیتاره. گوش کن شما. آقا اینو نمیخورم، باقی چیزا رو برات نمیخوام آقا. بابا ول کنید دیگه. واقعا وقتی اینجا خوشمزه چیزی بدی نیست. تو پول دادیم داری میخوری. داش دیگه اصلا خود چیزشه بریده یارو برش زده. بابا اصلا مرجع مرغ میگه. بیا با سسه. نمیخوام. بیا یه گاز داره گول میزنه. اون من نمیخوام آقا.
ما اون چیزا رو خوردیم زیر دریایی خوشمزه. منم خوردم. زیر دریایی هشبا. حسام باز نخوردی. اون که هیچی من نخورد خوردم اصلا. دوربین قد. اینو باید چجوری بگیریم؟ دروغ میگه آقا اینو بگو نخورد. نه خوردم. چی نخورد؟ آموزش میخواد. هیچ چجوری باید بگیریم اینو؟ آموزش این. آقا این مرغ ترش شیرینه خب 800 تومن. الان میتونیم بخوریم. بابا الان داغه. واقعا خوشمزه. واقعا خوشمزه. این که اصلا تریاکی ایرانی ها مزه مزخرف میده اصلا خیلی نخوریم. خوبه خدا. خوشمزه است خدا. نمیفهمم. تریاکی خیلی بهتر بود. تو تریاک تریاکی ایرانی زد. از اول معتاد من بودم. اینو بردارم. وای حسام خیلی خوشمزه است. زیبایی خدا رو می‌بینی؟ خدا طراحی کرده اینو. اصلا مزهش طراحی نشده حاجی. تو چه من حال وقت نداشته کردی باش. این که؟ نه. تو حال کرده بود. نه مرغ من موتورش میخوام. آقا اسم پدر شما چیه؟ کینگ. سلوا. مثل بدر شما شما کینگ هم اینجا آوردی درست؟ بله. مثل بابای تو چیه؟ حمید. حمیده. شما ربطی نداره. چرا آقا؟ حمید اسنو. آقا من واقعا 10 میدم. یا 7 27 خوبه. میدم. هیت ندادم جای دیگر رو نخوردم. شینی بد آخه. منم واسه 8 میدم. منم 8. چرا؟ نمیدونم. این همه تعریف کرد بعد نظرم گفت 8 عوض من کرد. تعریف آقا، نکردم نگاه، گفتم نگاه، 10. نگاه. آقا 3 میلیون 600 هزار تومان شد. 3 و 600. بعد آقا یه دونه پکم لطف کنید خب آقایون پال توالته اولیو که رفتیم کجا؟ کنزو خدایی نظر راجع به کنزو دستمالتم به مال خودتو بهم نسمانتم چرخون دیگه گشنمه آقا نظر راجع به کنزو چی بود؟ کنزو من با فریدشون بیشتر حال میکنم تا رستورانشون این هیتی که تو دادی و فاک من آقا یه سوال بپرسم از شما آماده ای بریم آماده ای بریم مهمت بیا داره من باید شد بیا داره قرآن بیا بریم مهمت گوشت استیک بزنیم گرون در گوشت استیک که خوردی رو بخوام بریم مهمت آقا گوشتای چیه هستم؟ ایناست آقا اینا مال کیه؟ اینا من بگو مال کیه؟ گوشت نمکیه پای شطور دیدی؟ من همین امروز تو اینستا یه پای شطور دیدم کوپوله؟ ببین اصلا فوتباله داری راجعه چی حرف میزنی؟ بچه‌ها میخوام ببرم تو به حساب خودم بچه‌ها رو مهمون کنم زر میزنه همه رو مهدی داره حساب میکنه آقا اومدیم پیج اینی که اومدیم سهیل من شنیدم اینجا برای صاحبش ترکیه‌ای آره کسی که ترکیه خب حالم خرابه بسر روزگار بدی شده یه فیک هم برام آورد چیه یارو رو دیدی اینجوری میکنه یارو بلد نیست بلد نیستم بو میکنه اول نگاه عرقه گوش زنه به خدا اینجوری میکنه برو آقا اینو نذاری اینجوری کنه سوی جان اون کتونیه که بابا در تایلند سفارش داده چند تایلند داییم نمیخواد آورده 3 بگیریم چند 3 میدم من میخوام باشگاه رو شروع کنم 1 و 200 خب برمی‌دارم آقا ما میریم یه سفارش میدیم استیک من و میتونم یه دقیقه گوشت کینگ سولوا رو ببوسم آهنگای اینجا خیلی بالاجی ما شب میوه گرفتیم 800,000 تومان کل تنوار خریده میشه حاجی به خدا نگاه کش قد قیافش نگاه کنی حالا بیاره ببینید چه شکلی میشه موزه رو نگاه چجوری بعد حاجی کیک تولد ارزون تره یه مزه عرق 772 تومن کل سفارشامون شد 4 خورده آقا من نمیفهمم کی چای دمباریک چی میگه کمرباریک کمرباریک و استیک میزنه داداش هنوز میوه‌مونم نیورد بذار من تقسیم کنم تو غلط کردی چرا تو یه گلیا پوچ بزنیم هر کی بود نه گلیا پوچ هر کی بود اون تعیین میکنه آقا سوید یه صحنه‌ای من الان دیدم خودت میدونی چی خب. ذهنم درگیره این گل گل بگی گل بازی اینجاست گل بازی اینجاست مادام سه اینجا بچه اولین چیزی که ما میخوایم بزنیم استیک اینجا رو ببین اینجوری باید چیز کنی حسام واقعا استیک خوردی تا حالا نه من این گاوی هم این خود دله این خود دله اینجا آجی استیک دوست ندارم من خب آقا اینجا رو نمک می‌ریزی به استیک یه ذره فلفل هم بده خب آقا
آقا نگاه این ترکیب رویاییه نگاه مزه مهمتون میده؟ حاجی خدایی گوش دوست ندارم من او میخوری خوردی بهش فهمیده من برم سر اون میز بشینم نری سعی داداش نگاه میکرد آقا داره نگاه میکنه این نه جونه تو به خودت سلام کرد به خود ببین میره تو صورتم اونا میره تو رفتم گفت تو میگه مای فرد با اینکه من گوشت دوست نداشتم ولی دوست داشتم دیگر رو بخورم آقا اینو میذاریم کنار بریم سراغ بقیه یه کنافه بچه‌ها کنافه میدونید چیه توش پنیر پیتزا داره بچه‌ها سلامتی مادرم سلامتی مادر انسان سلامتی کنی سلوا که با وجود پسری مثل سهیل تونست راحت زندگی کنه آقا سال دیگه اومد 700,000 تومان یاد یوسف افتاده بخور ناموسم بخور جون سایه بخور جون سایه بخور عشق خیلی حال داد بزنیم این ترکیبو جدی داری میگی؟ یه ذره از اون سردیشو میگیره حاجی اینو بخوریم اینو نخوردیم حاجی توش بچه باقلوا و ماسته همه بزنیم سلامتیش 1 2 3 این چیه؟ هندونه بازم من میزنیم اینو بزن کدوم آدم احمقی من استیک فروشی میبسم فرش آقا این مال منه تیکه آخرش یه گاز شما یه گاز نه کلش برای من اصلا هیچی نداره اما رو داره میخوره من هیچی نخوردم سگ مال مفت مال داداشم من غذای سگ بابا ها اینو به من گفت سگ مهدی بخور اصلا انقدر اینجا یارو مهمت داره نگاه میکنه من اصلا وقتی اون آیفونو هدیه داد اصلا حالم بده کی؟ این شوگره به عشقش هدیه داد دیه میبری شاجیره میبری چی شده؟ چیکار کردی؟ من شلیل خور آج همین تندون رو ببینه من بچه بودم فامیلمون به بابام گفت پراید تو بفروش اندونه اندونه میخوردم حاجی آناناس سفته حسام حاجی پشمای مهمت ریخته آقا چند میدی شما؟ از 1 تا 10 چند میدی؟ من به قیمت نمره میدم 3 و بچه 3 و 174 قبلی شد 3 و 800 چهله سک زدی سینه میوه 800 تومن بوده من 3 تا غذا خوردیم آره دیگه اینجا استیک گوشت گرونه داداش یه دونه گوشت گرفتیم من دستشویی بودم من رو تخلیه کردیم 3 تومن بوی دستشویی میاد دست من تمیز بود چرا میگه هیس بود من نرفتی دستشویی آقا شما سلام کن عاشقتونم آقا اینجا 1 تا 10 سری نمره من بهش نمره 8 میدم من 5 میدم منم 5 عاشقتون خدا این استیکاش خوبه بریم گردونه یه تونه طور قرآن ارزون نداریم همش گرونه ولی گردونه یه چی بدیم ما بتونیم بخوریم مال همه بچه‌ای که کامنت میذارن خب آقا بریم سراغ رستوران بعدی بچرخون تا الان که هزینه زیادی نکرده آقا مهدی برای ما نکن داداش بند میکنه یوتیوب ما آقا یوتیوب بگو یوتیوب he's my friend یا YouTube I'm samurai with Mehdi Pesan 1 2 3 صدا خوبه Thanks God تاج محل به عنوان آخرین رستوران خب چیه؟ آخرین رستوران هندیه غذاش واقعا پای مثلا شتر نمونه است. داره؟ پای شتر رو تو چیکار داری اسمش چیه کم ببین پفکی میدونی یعنی چی؟ یعنی چوسک اصلا پای شتر یه سال برسم 50 میلیون بدم دماغ تو عمل میکنی نصفشو بدی من به سر خوب اصالت یک مرد ایرانی و ترک به دماغش حاج حمید گل عشق دوستت دارم حاج شابدل عشق حاج حمید عشق همینجا معلومه مبلغ بوی چی میاد؟ بوی عشق برو آقا برو بوی زیبایی بوی خوشمزگی داره میاد میخوام یه غذایی بگیرم خفه دارم این آبجوشیه که توش قاشق میذاری این شمه دستو بذار روش نمیخوام. این واسه چیزه بچه‌ها همه اینجوری کنید اینجوری کنید میشه من حرف بزنم یا نه زره تو بزن میخوایم بریم خونه کار زرمو بزنم مثلا دیگه نمیبینم تو سر گل تو اینجا سهیل ای سوگند میشه سوگند به لبخند نه تو سوگند خواننده با زخمی کات کرد شوهر بودن که این منوش اینجوری اینجا منوش این شکل اینجا آخ بابا
سه پیازه داره یا نه؟ من ما 3 نفریم. 3 پیازه بگیم بزنه. بگیم. میتونم دو بگم 3 پیازه بزنه. یه دونه برنج کاری گرفتیم 350. پلوش 180. بذار سفارش بدیم میام میگم چی سفارش بدیم. آقا تو چرا انقدر میزای اینا اونو نگاه میکنی؟ من میزبازم. میزبازی؟ بذار منم بزنم اینجا واسه حساب. وای بابا ببر اون بخش چیز قرمز و پاش قرمز. حساب. بابا تو باید اینوری حالا تو بگی باید. مثلا این چیه؟ نکن جان سوی نکن. وای حاجی میدونی به هندوستان تو این کردی یا این کارو کردی؟ یخو انداخت تو آب جوششون. هندیان پیپل. یه 5 دقیقه سکوت کنیم و بهمون شک نکنه. حتی یه 5 دقیقه سکوت کنیم شک نکنه. آقا متی این آماده شد داداش. من اینو میخوام واسه شما بردارم. آقا خفه شدم من. خفه کردی منو تو. این واسه شما این ضد عفونی شده. شما حساس. اینو ببین. این اگه شباهتی به هیچ غذایی نداره. دارم میمیشه. بیا آقا میزنیم بهش آقا متی دوغو. تو داری میخوری چرا باید بهش که من بزنی؟ اینجا رو ببین اینجا رو ببین. آقا من میخوام بخورم اولیشو. بریم. بابا میگم بریم رفت. خدایی خوشمزه است یا نه؟ به خدا غذا ایرانیه. اشتباه سفارش دادی. هندی غذاش اشتباه غذا سفارش دادی. هند آقا غذا بابا اشتباه تو سفارش آسینه تو وقت منه. بیا بابا من همینجوری تو تنگم. چی شده الان چرا دست داد اینجا بخورم به این؟ واقعا خوشمزه. الکی تونده به قرآن. کل معده‌مون داره ایمون میزنه. اینو با مرغ میخوام. بابا اصلا 2 پیازه هستش با گوشته. خدایی چطوره حسام؟ بخوری بهت واقعا عشق می‌ورزن. باشو از اینا میذاری؟ یکم با منم بریز. یکم بس. اینجا. چی به قرآن؟ بگو کجام؟ به بگو خدا. کجام؟ سوهل این دوغ بهارستانه. چرا ریختی دوباره؟ چرا ریختی؟ با چی میریزی؟ من نمیخوام. بخریم همین. ببین اینو برم داری پیازه رو برم داری گوش رو برم نگاه سری ترشو ببین ببین نمیخورم. حالت بده؟ 4 ده هیتر هند. یک میدم. هندیا تو کامنت حاجی واقعا تنده. حاجی من اشتباه کردم. اون فلفل خیلی تندتره. حسام اون فلفله رو بخوری الان کلشو بده 1 میلیون میدم. داشت 2 میلیون میدم دهن تو ببر. 3 میلیون میدم خفه شی. 4 میلیون میدم همین الان ناله کنی. ناله 5 تومن میدم بریم. واقعا میدی؟ آره، جدی بله. داره. بسش. بذار چیزا بیاریم صورت حساب ببینیم چند شد. بچا قیمت اینجا یه خورش با یه برنج شد 1.5 تقریبا دیگه. دروغ. آره واقعا قیمه میخوردیم اوپال 400 تومن. شد 1.5. اگه بعد 4 نفر میگرفتی بیا اینجا گرون‌تر.